نوریدین عبدالرحمن جومی 7 نوامبر سال 1414 در ولایت جوم به دنیا آمده است. پدر و بابای جومی مردمانی با فضل و دانش بودند. هنگامی که جومی 11 ساله می شود، عائله آنها از ولایت جوم به هرات می آیند. تا این دم عبدالرحمن در جوم در نزد پدرش نظامیدین احمد خط و سواد پورا برآورده، این چنین صرف و نحو زبان عربی را نیز تا اندازه از خود کرده بود. بعد از این عبدالرحمن در هرات در مدرسه نظامیه تحصیل علم را دوام می دهد. او در نزد مولانا جنیدی اصول زبان عربی، اثرهای مختصرالمعانی المتولی سعدالدین تفتزانی را که عاید به علم بیان بودند آموخته، دایر به علمهای حکمت و منطق از عالمان مشهور زمان خواجه علی سمرقندی و شهاب‌الدین محمد چاچرمی سبق میگیرد. جومی از کودکی ذهن برو و عقل رسا داشت. او دارای خصلت عجیبی بود. به هر یک چیز، به هر یک حادثه از نقطه نظر تنقیدی کنجکاوی نظر میکرد. بیشتر به علمهای دقیق میل و رغبت داشت. جومی با یک بار خواندن ماهیت اساسی این معنی را درک میکرد. او مانند شاگردان دیگر در بحث و مناظره ها خودنمایی نمیکرد. برعکس در آن جایها آرام و با تمکین بود. سخنان جومی قطعی بودند و فکت و دلیل ها رد نشونده داشتند. از این رو او همیشه در بحث و مناظره ملابچگان غالب میبرآمد. قابلیت و استعداد عبدالرحمن جومی چنان بزرگ بود که حتی استادان از عهده درس دادن او برآمدن نمیتوانستند. جومی در سن 23 سالگیش به سمرقند میآید و چند مدت در نزد قاضی زاده رومی از علمهای حساب، ریاضیات و نجوم تعلیم میگیرد. او نه تنها در نزد استادش درس میخواند، بلکه به کارهای علمی قاضی زاده یاری میرساند. جومی در بزمهای ملابچه ها اشتراک نمیکرد، نفرت داشت. او بیشتر در بحث و مناظره های عالمان مشهور حاضر میشد و اگر لازم میدونست سخن میگفت. جومی سخن را دراز نمیکرد. سخنهایش موجز و با معنی بودند. عبدالرحمن جومی در حیات خود 7 بار به سفر برآمده شهرهای سمرقند و تاشکند، فاراب و مرو را تماشا کرده است. سفر آخرین و طولانی جومی سال 1472 در ماه اوگوست آغاز یافت. او شهرهای نیشاپور، بستام، دامگان، قزوین، همدان، بغداد را سیر کرده با اربابان علم و ادب این شهرها واخورد. صحبتها آراست. در هر جا جومی را عزت و احترام می‌کردند. جومی مکه و مدینه را زیارت کرده. سال 1473 به هرات باز می‌گردد. پایان عمر جومی در هرات گذشت. او به ایجاد کردن اثرهای علمی و ادبی بر تمام مشغول بود. یک دقیقه وقت خود را بیکار نمی‌گذراند. یکی از شاگردان بهترین جومی علی شیرنوایی بود. مناسبت آنها نه همچون استاد و شاگرد، بلکه مثل دو دوست جانی، دو همکار و هممسلک به نظر می رسید. عبدالرحمن جومی عائله خوب و فرزندان لایق داشت، ولی 3 فرزند ادیب در طفلی و خردسالی وفات کردند. البته وفات فرزندان قلب ادیب را به شور و غلیان آورد. او در مرگ فرزندان مرثیه ها سروده است که در آنها سوز و گداز پدر داغ دیده بسا مؤثر افاده یافته است. ریخت خون دل از دیده گریان پدر، رحم بر جان پدر، نامده جان پدر. نوبهار آمد و گلها همه رستند ز خاک، تو هم از خاک برآ ای گل خندان پدر. عبدالرحمن جومی فعالیت ادبی خود را از سرودن اشعار لیریکی، غزل، قصیده، رباعی، قطعه و غیره سر کرده است و تا آخر عمر آن را دوام داده است. در ایجادات شعر غزل موقع اساسی دارد. عبدالرحمن جومی 9 نوامبر سال 1492 در شهر هرات وفات کرده است. هنگام وفات جومی قریب اکثریت مردم گرد و اطراف هرات لباس ماتم پوشیده است.